از پیدایش تا مکاشفه، یک داستان، یک نجات دهنده، یک امید. کتاب مقدس فقط 66 کتاب نیست، یک داستان است. بسیاری تصور می‌کنند کتاب مقدس مجموعه‌ای از داستان‌های جداگانه است. اما حقیقت این است که از اولین آیه کتاب پیدایش تا آخرین آیه کتاب مکاشفه فقط یک موضوع وجود دارد. خدا می‌خواهد انسان گم شده را به خودش برگرداند. تمام شخصیت‌ها، آدم، نوح، ابراهیم، یوسف، موسی، داوود، اشعیا، ارمیا، تمام آنها فقط بخشی از یک داستان بزرگتر هستند و قهرمان اصلی آن داستان عیسی مسیح است.